مهمان این بخش برنامه آقای احمد هاشمی هستند، روزنامه‌نگار، نویسنده و پژوهشگر. تا فروردین 91 فروردین همین امسال مترجم سه‌زبانه انگلیسی، ترکی، استانبولی و عربی بودند برای سران سه قوه جمهوری اسلامی ایران. از طریق اسکایپ با ما هستند. با تشکر از شما آقای هاشمی. اجازه بدید که من نخست ازتون بپرسم که اصولاً راه و کار گزینش مترجم‌های رسمی در وزارت خارجه به ویژه در چنین سطح بالایی چیست، چگونه است؟ هم از نظر تخصصی میپرسم و هم از نظر امنیتی. بله، خدمتتون عرض شود که از نظر تخصصی اهمیت خیلی بالایی نداره اینکه مترجم در چه سطحی از ورزیدگی و آشنایی و تسلط به یک زبان به خصوص باشه، بلکه اون چیزی که در وزارت خارجه خیلی اهمیت بالایی داره این هست که فرد دارای نگاه و رویکرد مذهبی و به تعبیر درست‌تر مکتبی باشه که در واقع بتونه در واقع ترجمه اون چیزی که مصطلح هست بین همکارا جمهوری اسلامی پسند، بتونه ترجمه جمهوری اسلامی پسند تحویل جامعه بده. و ترجمه جمهوری اسلامی پسند یه شاخصه ها و ویژگی‌هایی داره که احتمالاً من بعداً فرصت بشه بهش اشاره بکنم. در رابطه با گزینش من باید عرض بکنم خدمتتون، من تجربه شخصیم رو میگم. تقریباً از بعد تولد شما و حتی قبل از اون میرن والدین شما کیا بودن یا آبا اجدادتون از کجا میاین، چه نسبی دارین، کی هستین، آیا چه میزان به عنوان مثال تعلق به نظام یا سرسپردگی و وابستگی و غیره دارین به این نظام. این شروع میشه تا همسر شما تا بقیه اعضای خانواده. به عنوان مثال من بخوام خیلی مشخص‌تر و اسپسیفیک‌تر بگم، از من سوال میشد و این تحقیق شده بود در محل که بنده چطور با همسرم آشنا شدم، چطور ازدواج کردم، آیا قبل از ازدواج رابطه داشتم، چه نوع رابطه‌ای داشتم، ایشون چادر دارن، مانتو دارن، آرایش میکنن نمیکنن و غیره. در نتیجه من میخوام به طور خلاصه این رو بگم که تنها چیزی که اهمیت زیادی نداره و در وهله اول اهمیت نیست، تجربه و تخصص و میزان تسلط به زبان خارجی هست. و به همین خاطر هم هست که متاسفانه و صد متاسفانه ما مترجمان وقتی به استخدام وزارت خارجه در میایم، در پروسه کار و در طول انجام کار و آزمون و خطا هست که کارها رو به شکل خیلی حرفه‌ای و پروفشنال فرا میگیریم و نه آزمونی از ما گرفته میشه از نظر تخصصی، نه مدرک مربوطه لازم هست. من باز از خودم مثال میزنم که دوستان دیگه شاید موارد استثنایی وجود داشته باشه. بنده کارشناسی علوم سیاسی دارم از دانشگاه تهران و فوق لیسانس مطالعات منطقه‌ای یا مطالعات امریکا یا به قول دوستان وزارت خارجه‌ای بحث دشمن شناسی، من کارشناسی ارشد دشمن شناسی دارم از دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه و حتی یک دوره کوتاه، یک کورس خیلی کوتاهی رو هم برای زبان خارجی ثبت نام نکردم. منتها از اونجایی که در جامعه ما هیچ رکنش، هیچ بخشش مبتنی بر تخصص نیست، بلکه به قول خودشون همیشه تعهد بر تخصص اولویت داره، این هست که من به عنوان مترجم، اونم نه مترجم یک زبان بلکه به 3 زبان خدمت کردم، کار کردم که مدارک و مستنداتش موجود هستش. آقای هاشمی، خب با توضیحات شما معلوم است که بنابراین ترجمه ها چندان مقید به اصل نیست، درست میگم؟ ببینید این به این معنا نیست که خب ما دوستانی هم داریم که خیلی خوب ترجمه میکنن ولی موارد به اون شکل پیدا میشه، ولی اون چه که مهمتر هستش این هست که ما محدود هستیم، یعنی دست و بالمون بسته هست. از ما همونطور که اشاره کردم ترجمه مکتبی میخوان، ترجمه جمهوری اسلامی پسند از ما خواسته میشه. یعنی این نیست که به ما بگن که شما
خیلی دقیق باشید در ترجمه. ما باید یک سری اصول، یک مجموعه قوانین نانوشته‌ای هست که اونها رو به مرور یاد بگیریم. یا ببینید حتی آقای هاشمی، پرسش مشخص من این است که آیا به شما میگن که اینجوری ترجمه بکنید یا اینو بگید یا اونو نگید؟ من میخوام برسم به محمد مرسی ترجمه. بله. خب چی مثلا گفتن به شما؟ مثلا تا به حال چی؟ من الان بخوام خدمتتون مثال بزنم، به عنوان مثال واژه‌ای به اسم بهار عربی ممنوع هست. برای خود من شخصا پیش اومده که یک اجلاسی بود راجع به بیداری اسلامی، این رو خب من حالا به اندازه کافی توجیه نبودم، این واژه رو استفاده کردم و بسیار مورد توبیخ و سرزنش واقع شدم که چرا شما این واژه رو به کار بردید. اون اصطلاحی هست که مورد تایید نظام و مقام معظم رهبری نیست. شما به جای واژه مثلا منحوس بهار عربی باید میگفتیم بیداری اسلامی. این باید ملکه ذهن شما بشه و ما مترجما مستمر این نگرانی رو داریم که به عنوان مثال مبادا واژه اسرائیل مثلا به زبانمون بیاد. حتما باید هر چیزی رو ما میتونیم بگیم غیر از واژه اسرائیل. به عنوان مثال من میتونم بگم رژیم منحوس، قاصد، قاتل و اشغالگر قدس، قطه سرطانی خاورمیانه و هر چیز دیگه، ولی باید خیلی خیلی مواظب باشم که به اون واژه اصلی، یعنی به اسرائیل که در زبان اصلی اون واژه تکرار شده، من نباید همون رو تکرار بکنم یا ترجمه بکنم. و مثال‌های دیگری اگر درباره ترجمه محمد مرسی فرصت کوتاهی متاسفانه داریم، نظرتون رو بفرمایید که آیا واقعا سهوی بودین تغییرات یا به نظر شما که 4 سال در اونجا همین کارو می‌کردید عمدی بود؟ ببینید این میتونه، یعنی اشتباه مترجم نمیشه به این گفت، ولی مترجم به سمت و سوی سوق داده میشه با توجه به اون فضایی که خدمتتون توضیح دادم که شاید در مجموعه نظام این توصیه نشه که اشتباه به این فاحشی یا دستکاری و تقلب به این گستردگی باشه، ولی انقدر ما تحت فشار هستیم، انقدر به ما گفته میشه که در این چارچوب عمل بکنید یا در این چارچوب مکتبی ترجمه باید ترجمه مکتبی باشه، ترجمه ایدئولوژیکی باشه که طرف اون فرد سوق پیدا میکنه به اون سمت که کاملا اسم یک کشوری رو حذف کنه و یه اسم دیگه بیاره. من اگه اجازه بدیم میخواستم یه اشاره بکنم که اونطوری که آقای زرقامی در واقع صدا سیما و بقیه دوستان جمهوری اسلامی میگن، این نبوده که فقط به عنوان مثال واژه بحرین دوبار تکرار شده به جای سوریه، بلکه چندین مورد دستکاری بگم یا حالا قلب واقعیت و جعل واقعیت وجود داره که اگر اجازه بدین من خیلی اختصارا به اونها اشاره بکنم و این اصلا اینطور نیست که دوستان میگن. به عنوان مثال در این صحبتی که آقای مرسی داشتن، همونطور که اشاره کردم ایشون به بهار عربی اشاره کردن که بهار عربی به بیداری اسلامی ترجمه شد. ایشون اشاره داشتن به عنوان مثال که انقلابی در سوریه در جریان هست که مترجم اون رو به فتنه تعبیر کردن. واژه شعب مصر یا ملت مصر بود که به عنوان دانشجویان مصری ترجمه شد. همچنین ایشون از ضرورت برکناری بشار اسد صحبت میکرد که مترجم بر روی ابقای ایشون در واقع تاکید داشت و بخش‌هایی از صحبت ایشون ترجمه نشد. یا اینکه ایشون علیه بشار اسد صحبت میکرد در حالی که فحوای ترجمه به نفع یا بر له بشار اسد بود. و اینکه بعضی قسمت‌ها به عنوان مثال اون سلام و درودی که ایشون در ابتدای صحبتشون آقای مرسی داشتن برای خلفای ثلاثه، این اصلا اشاره نشد، ترجمه نشد. من فقط خواستم این رو بگم که این فقط محدود به این که اسم سوریه جایگزین شده و به جاش واژه بحرین به کار رفته، کشور بحرین، این نیست. این یک دروغ بزرگ هستش که در رسانه‌های داخل میخوان، حالا بعد از اینکه گندش در اومده، بعد از اینکه این افشا شده، میخوان اینجور به خورد مخاطب داده بشه.
سپاسگزارم آقای احمد هاشمی، مترجم سه‌زبانه سرانس قوه جمهوری اسلامی ایران تا اوایل سال 91 خورشیدی. ممنونم از حضورتون در این برنامه.